سلام بچه، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قراره که یه سری صحبت مهم درباره چنل بکنیم و سری میریم سر اصل مطلب. خب دیروز 18 جولای فکر کنم میشه 27 تیر اگه اشتباه نکنم. من یه پارت سوم هاردکور رو ضبط کردم و رفتم که ادیت کنم. وسط ادیت متوجه شدم که آقا صدا کم و زیاد میشه. بعد این فکر به ذهنم رسید که بیام یه ویدیو درباره همین اتفاق بگیرم و توش بگم که من چند ماه ویدیو لانگ نمیذارم تا یکم ادیتم رو بهتر کنم، یه سری تجهیزات اگه بشه بخرم و آره دیگه، و خلاصه کیفیت کارمون رو ببریم بالا و بعد از این چند ماه پر انرژی و خفن برمیگردیم. همین ویدیو رو هم من سعی کردم که صدا برای آخرین ویدیو لانگ کم و زیاد نشه. بعد و همین بود، یعنی این اتفاق افتاد دیروز هم همین ویدیو رو ضبط کرده بودم، اما امروز ویدیو رو قطع کردم، حذفش کردم، اینا ادیتش تموم شده بود. بعد اومدم امروز یعنی 19 جولای درست بگم ضبط کردم و الان دارم اینا رو میگم که یکم سریعتر، مثلا من یه چیزی رو یه بار میگفتم یه چیزی دوباره نه و چی نه و آره دیگه. و برای برای سری 4 هاردکورمون یه مپ دارم، یه مپ خاص که نمیگم اسمش چیه تا خودتون ویدیو رو وقتی که منتشر شد ببینید. و حالا شاید بگید که چرا سری 4 سری 3 مگه تازه پارت دوم نشده بود؟ خب باید بگم که به خاطر همین صدا اینا من چندین ایده که داشتم رو کنسل کردم به خاطر همین صدا و همه رو فعلا نگه داشتم. بعد از اینکه کارا که باید انجام بدم تو این چند ماه، بعد از اون که انجام دادم همین ایده ها رو ای خدا بخواد حتما انجام میدیم و ویدیوش رو براتون میذاریم با کیفیت بهتر، کیفیت کار بهتر و ادیت بهتر و صدای بهتر. پس تا چند ماه دیگه ویدیو لانگ نمیذارم، ولی ویدیو شورت میذارم. ولی چون ایده خاصی دربارش ندارم، یعنی ایده ندارم اینا، شاید خیلی کم بذارم، خیلی کم میذارم و چون مثلا مثلا شاید 2 هفته یه بار. آخه ایده ندارم و تو این ویدیو فقط خواستم همین قضیه رو بگم تا در اطلاع باشید، تا مطلع باشید نه. و نمیخوام بگم سابسکرایب کنید، اما خیلی خوشحال میشم این کار رو انجام بدید و تا ویدیو لانگ بعدی یا ویدیو شورت بعدی، خلاصه هر چیزی، هر ویدیوی دیگه ای، خداحافظ.